عرض سلام به کلیه بینندگان تلویزیون الاهوازیه که همه روزه شب ساعت 10 به توقیت الاهواز و آذربایجان جنوبی و بغداد پخش میشه با مهمانان ملل غیر فارس، ملت عرب و دیگر کشورهای عربی. ما در رابطه با وضعیت جغرافیای موسوم به ایران و سیاست‌های توسعه‌گری حقیقتا مهمان‌های متنوعی از کشورهای عربی هم داریم و امشب خوشبختانه با آقای پژوهشگر و نویسنده آقای انصاف علی هدایت از فرزندان قهرمان حقیقتا ملت ترک آذربایجان جنوبی دیداری داریم که انشالله وضعیت کنونی بعد از کشته یا هر عنوانی بهش بدیم مردن رئیسی و در واقع انتخاباتی که الان حدود بیش از 2-3 هفته نظام به کار انداخته و خواستیم از کل زوایا به این مسئله مهم نگاه و صحبتی داشته باشیم با آقای هدایت. به ایشون و کل بینندگان خوش آمد میگیم. خوش آمدید آقای هدایت. سلام علیکم، سلام به شما و بینندگان شما. ممنونم و بسیار سپاسگزارم که من رو دعوت کردید. خواهش میکنم، من از جناب علی تشکر میکنم که وقت گرانبهایتون رو به ما دادید که برای بینندگان و خاصتا ملل غیر فارس و حتی ملت فارس که در واقع این همه ملل بیش از 80-90 میلیون دارن زیر یوغ نظام‌های متوالی، حالا چه در عهد پهلوی یا در این 4 دهه اخیر. آقای هدایت، ما میشنویم الان حدود 1 هفته 2 هفته شروع شده قضیه انتخابات و نماینده ها، یا به اصطلاح، البته ما باید از کله بینندگان عذرخواهی کنیم که فارسیمون هم شکست است، ولی با هر چی هست ما سعی میکنیم منظورمون رو به بینندگان عزیز برسونیم. آقای هدایت، آیا مسئله انتخابات ما از این جا شروع میکنیم با این همه تظاهراتی که میشه 10 ها سال ملت ترک آذربایجان، بلوچ، عرب، کرد و غیره مخالفت با اصلا وجود همچین تئاترهایی که الان در سطح جهان کل مسئله انتخابات در ایران را به عنوان یک تئاتر یا نمایش دارن بس میکن. آیا این شرعیت داره آقای هدایت؟ ما از این سوال مهم از جناب علی شروع میکنم. جناب ابو نزال، مشکل در ایران این هستش که ما مبتلا شدیم به شرعیات شیعه فارسی شعوبیه، اون چیزی که عرب ها در 1000 سال گذشته گفتن شعوبیه. ببینید در اینجا شرعیات یا احکام دین اسلام حکومت نمیکنه. در اینجا ذهنیت و تجربه ملاهای فارس حاکمیت پیدا میکنه. منافع ملاهای فارس، منافع جامعه فارس حکم میکنه بر بقیه. بله. ببینید طبق قانون اساسی تمامی قوا در ایران، تمامی قوا در ایران بدون اذن رهبری حجیت و شرعیت و قانونیت نداره. تموم شد. یعنی اگر رئیس جمهور رو 100 میلیون رأی بدن، 85 میلیون در ایران از بچه های یک روزه گرفته تا آخرش برن رأی بدن، مادامی که خامنه ای اجازه اون حکم ریاست جمهوریش امضا نکنه رئیس جمهور نیست. دو، اگر نمایندگان مجلس رو شورای نگهبان انتخاب میکنه که تمامی اعضا رو رهبر انتخاب میکنه، یعنی با انتصاب رهبر هست. مجلس در حقیقت به طور غیر مستقیم با انتخاب رهبر انتخاب میشه. ما نقشی، انسان ها نقشی درش ندارن.
خود شورای نگهبان رو هم که رهبر انتخاب میکنه. حالا برسیم به خود دولت، یعنی اون کابینه‌ای که چیز میکنه. رئیس جمهور رو که عرض کردم، خود هم شورای نگهبان باید انتخاب بکنه، یعنی رهبر انتخاب میکنه، هم رهبر باید تأیید بکنه که پرزیدنت بشه. رأی دادن ملت ارزشی نداره. و بعد 5 تا وزیر رو رئیس جمهور نمیتونه انتخاب بکنه، باید رهبر انتخاب بکنه. یکی وزارت کشور هست، وزارت خارجه هست، وزارت جنگ یا دفاع، هر چی که میگن هستش، وزارت اطلاعات هست، وزارت فکر کنم دادگستری، وزارت دادگستری هست. اینها رو خود رهبر باید انتخاب بکنه، رئیس جمهور حق نداره. و تازه وقتی هم که از اول جمهوری اسلامی تا الان، هر وقت بین رهبر، بین کابینه و رئیس جمهور مشکل پیش بیاد، رهبر طرفدار وزیرانی که خودش گذاشته. مثلا در قضیه بنی صدر و موسوی و خود خامنه‌ای و موسوی، رهبر اومد از موسوی حمایت کرد، نه از مثلا خامنه‌ای که اون زمان رئیس جمهور بود. و تمامی رئیس جمهورها هم وقتی از دوره این 4 ساله یا 8 ساله بگذرن، وقتی از دوره 8 ساله یا 4 ساله بگذرن، اون دیگه مردود میشه، مطرود میشه. دیگه جامعه اجازه نمیدن به رادیو تلویزیون بیاد، به عنوان عنصر نامطلوب شناخته میشه، دیگه هیچ فعالیتی نمیتونه بکنه. یه چنین وضعیتی درش هست. در نتیجه این سیستم بر اساس رهبر، یعنی مطلق، یعنی شاهنشاه بدون تاج با عمامه استوار شده. حکم اون هست، هیچ ربطی به دین و آیین و قرآن و حدیث و سنت نداره. بله. من مورد عجیب که خواستم سوال کنم همین از جناب عالی که آیا الان ما به عهد سلطنت برگشتیم، زمانی که در عهد پهلوی یا حتی در اماکن دیگه سلطان یا شاه خودش صاحب کلمه اول و آخر هست. و چیزی که آقای هدایت اشاره کردن، واقعا امروز که ما میبینیم و حتی خود الان نماینده ها یا کاندیدا دارن میگن که، حتی قبلی ها میگن که آقا کار و امور همش دست رهبر. آقای هدایت، ما جناب ابونضر، قبل از اینکه سوال دیگه بپرسید، برای شما فرمایشتون عرض بکنم که در قانون اساسی مشروطه شاه قدرت اجرایی نداره، حق دخالت در کابینه رو نداره، حق دخالت در انتخابات رو نداره. ولی در قانون اساسی جدید که ولایت مطلق فقیه نوشته شده، این رهبر هستش که ارکستر کشور رو اداره میکنه و آهنگ رو اون هماهنگ میکنه. یعنی رئیس جمهور چیکاره است؟ یعنی الان کل بدبختی داخل جغرافیای موسوم به ایران، حالا چه در رابطه با موارد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، در واقع گردن به قول خودشون رهبر دیگه، رئیس جمهور واقعا. بله بله بله. مسئولیت اصلی طبق قانون اساسی، ببینید وقتی که میگن سیاست های رهبری، اوامر و منویات رهبری، یعنی اینکه قانون اساسی گفته سیاست های اصلی کشور رو، چه سیاست خارجی چه سیاست داخلی، اینها رو رهبر تعیین میکنه. تموم شد. یعنی هر کس بخواد رئیس جمهور بشه نمیتونه برخلاف اراده رهبر هیچ کاری بکنه. بهترین سخن در این رابطه سخن سید محمد خاتمی، رئیس جمهور 8 دوره اصلاحات بود، که گفت رئیس جمهور تدارکاتچیه. یعنی مثلا در اداره های ایران، ممکنه کشورهای دیگه ندارن، ولی در اداره های ایران یه بخش آبدارچی وجود داره، یه بخش تدارکات وجود داره. این آبدارچی چای رو میبره میده به کارمندان و اون تدارکاتچی مثلا میگن خودکار لازمه، ماشین کامپیوتر لازمه، اون میره میخره میاره. تموم شد. این هم ریاست جمهوری در ایران حکم این رو داره که برای سپاه پاسداران، برای تروریست‌های سپاه پاسداران، برای اطلاعات، برای سازمان‌های مختلف بودجه تامین بکنه و وسایل بخره. سیاست‌ها مال رهبر هست. بله. پس با این شرایط الان اکثر مخالفین، حالا چه از فرزندان ملل غیر فارس و حتی فارسا، الان این مشکل را گردن اون رئیس جمهور میندازن. این اصلا واقعیت نداره. باید مسئول اول و آخر همین بدبختی
خود خامنه ای هست. آقای هدایت، الان میشنویم بازم همون شعارهای اول که قدیم گفتم به مسائل اقتصادی. البته اکثر کاندیدا صحبت از وضعیت اقتصاده. آیا واقعا این اقتصاد با این همه ثروت، با این همه اموال میلیاردها دلار دارن از نفت اهواز و گاز اهواز و آذربایجان و بلوچستان و غیره دارن خرج میکنن، آیا واقعا مشکل در برنامه است یا در کل سیاست نظام آقای دار؟ مشکل کجاست؟ ببینید، اولا آیا ملاها و سیاستمدارانی که در ایران هستند توانایی علمی دارن یا نه؟ ببینید، از اول انقلاب 57 تا الان 1979 تا الان بحث بر سر این بود که شما تعهد دارید یا تخصص. هنوز این حل نشده. اونجا تخصص اعتبار نداره، اونجا فقط به این که به ولایت فقیه معتقد باشی، رهبری رو قبول بکنی، به شما مشروعیت میده که مدیر بشی. در نتیجه ایران با مدیریت دو تا کشوری که جای سیاسی که اون واحد سیاسی که الان به ایران نامیده میشه، با دو تا مشکل اساسی علاوه بر قانون اساسی مواجهه. یک، مدیر نداره. دو، تخصص نداره. یعنی نمیدونه که چی کار بکنه. هیچ کدوم این آقایون تخصص ندارن، حداقل در یک رشته. نمیگم که رئیس جمهور میتونه در تمامی رشته های مورد نیاز جامعه تخصص داشته باشه، نه، این حرفا نمیزنم، ولی حداقل یک دیدگاه تخصصی داشته باشن این مدیران، که از رئیس جمهور گرفته تا پایین، یا رهبر. حتی رهبر چه تخصصی داره جز این که مثلا در فقه مال 1000 سال قبل دکتر میگم شیخ صدوقی یه چیزهایی خونده، فقط همونها در مورد اونها نه آقا، منم میتونم یه کتاب رو بخونم، متخصص کتابم، اون کتابم دیگه. این دلیل بر این نمیشه که من متخصص اون علمم. در نتیجه اینجا بین تخصص و تعهد، اینها تخصص رو گذاشتن کنار. میبینیم که استادان دانشگاه رو اخراج میکنن، میبینیم که متخصص رو اخراج میکنن، میبینیم تحصیل کردگان رو یک کاری میکنن که این ممالک محروسه از متخصص و آدمهای عاقل، آگاه، دارای فکر، اندیشه و راه چاره خالی بشه. بسیاری از این 6-7 میلیونی که در چند سال اخیر از ایران خارج شدن، به خصوص فرزندان ملل ترک، عرب، ترکمن، قشقایی، لور، اینها متخصص هستند، اینها دارای عقل، شعور اجتماعی، اقتصادی هستند، ولی همه اینها اومدن در خارج توانایی خودشون رو نشون دادن، برای اینکه اونها نمیخوان جامعه رشد بکنه. اگر جامعه رشد بکنه، منتظری یه جمله داره خیلی جالبه، میگه شانس آوردیم ملت ما بی سوادن، ملت در ایران بی سوادن، وگرنه میفهمیدن ما ملاها چیزی در چنته نداریم، سواد نداریم و ما رو بیرون میکردن. بله. واقعیت اینه که بله. در ایران تخصص وجود نداره. جایگاه انسانها رو بر اساس میزان تعهد ظاهری، یعنی شما واقعا در دلشون تعهد ندارن این آدم ها. شما باید با ریشتون، با پیراهنتون، با اینجا یه مهر مصنوعی بذارید. شما ببینید ریا رو، عمق ریا رو، 2 تن از این داوطلبان ریاست جمهوری مهر بر پیشانی داشتن روز اول تبلیغات. روز دوم همه رفتن اینو لیزر کردن، برداشتن، برای اینکه این کار نکرد. این ریا در جامعه هیچ چیزی نداشت، گفتن آقا بریم اینو پاکش بکنیم. این ریا به این شکل در این جامعه تبدیل شده به از ریا به نام تعهد یاد میکنن. بله. آقای هدایتی، یه مورد مهمی هست که ما در طول حداقل این 45 سال داریم میشنویم و تکراری، مسئله قول دادن، وعده میدن. کاندید حالا میاد اهواز، میره آذربایجان، میره تهران، میره بلوچستان و غیره، وعده میده. آیا واقعا این وعده ها ارتباطی به خود کاندیداست؟ باید اجرا کنن در واقع عملا، یا رهبر باید اجرا کنه؟ ببینید، این که وعده میدن، بعضی از اینها واقعا فکر میکنن یه قدرتی پشت سرشونه، میتونن برن مجلس این تعهدات رو اجرا بکنن. و خاتمی در این قضیه صادق بود.
یعنی میگفت آقا من میرم اونجا، یه تیپ بسیار زیادی از دانشجویان و ملت به من رأی دادن، 23 میلیون 24 میلیون، من میرم به پشتیبانی اینها اجرا میکنم. رفت اونجا نذاشت خود رهبر. حتی این چیزی که احمدی نژاد که خودشون گفتن حاله امام زمان پشت سرش بوده، امام زمان این رو امضا کرده فلان، رفت و با رهبر به مشکل برخورد، 10 روز نشست خونه، قهر کرد، خواست استعفا بده، رهبر بالاخره باهاش توافق کرد. وزیرها رو نمیتونست انتخاب بکنه، سر مسئله این بود نمیتونه به وزیر بگه من از سوال بپرسه از وزیر. ببینید یک رئیس جمهوری که کابینه درست کرده نمیتونه از وزیرش سوال بپرسه. نه ببینید اینها بعضی هاشون اما هیچ ایمانی ندارن. مثلا خود الان پزشکیان، دکتر مسعود پزشکیان الان میگه آقا من بر اساس خط مشی سیاسی که رهبر اعلام میکنه میتونم کار بکنم. من فکر میکنم، من شخصا فکر میکنم که تلاش میکنه حذف نشه، میتونن حذفش بکنن، حالا یا بکشنش یا رأی‌هاشو بدزدن و حذفش بکنن. من فکر میکنم این میخواد یه جوری بین مردم و رهبر پل بزنه و فکر میکنه که میتونه با جمع کردن نیروهای اصلاحات و مردم ملل در حاشیه، چون که خود خامنه‌ای هم معتقده که شکاف اجتماعی در میان ملل در ایران با فارسا خیلی عمیقه، خودش اینو در سخنرانیاش گفته. حالا این فکر میکنه پزشکیان که شاید بتونه با استفاده از شکاف اجتماعی، با استفاده از فرزندان ملل غیر فارس، بتونه یه دولتی رو تشکیل بده و یه قدم‌های کوتاهی رو ببره. مثلا در حد چی؟ در حد اینکه فراکسیون ترک ها رو زنده بکنه، احتمالاً 1-2 ساعت بتونن ملل، احتمالاً، نمیگه که، هنوز نگفته که میتونم، ببینید میگه که شاید بتونیم این چیزهایی که در قانون اساسی وجود داره رو شاید بتونیم عملی بکنیم، حداقل گفته یه چیزاشو. من فکر میکنم که یک مقدار صداقت، یک مقدار حماقت درش هست، یعنی یا خودشون نمیدونن یا اینکه میخوان ما رو گول بزن. آقای هدایت، موضوع مهمی اشاره کردید. این وضعیت در 2 دهه سابق روکار اومد. اون عهدم نظام تحت فشار اقتصادی بود، فشارهای داخلی بود، به اضافه تازه از جنگم خارج شده بود، بعد اصلاحات اومدن، همین اصلاحات آقای خاتمی و دور و دستش، ولی همون وعده ها پوچ در اومد. الان این حالتی که الان داره اجرا میشه، یک کاندید از اصلاحات یا 2 تا کاندید از اصلاحات مثل آقای پزشکیان اومده داره وعده میده. آیا همون نمایش قبلی انجام خواهد شد یا واقعا میتونن، یا واقعا، یا حتی خود ملل؟ چرا ملل گول این بعضی از افراد، حالا چه در اهواز چه در آذربایجان بلوچستان، الان داریم میبینیم کف میزنن؟ حالا این پزشکیان یا غیر پزشکیان میتونه به قول و قراری که به این ملت ها داره میده میتونه اجرا کنه، یا اگه نشد راه حل ملت ها چیست آقای هدایت؟ ببینید به نظر من نمیتونه پزشکیان باشه یا هر کدوم اینها، هر قول و قراری که میدن بدون اجازه رهبر نمیتونن عملی بکنن و رهبر هم اجازه نمیده. رهبر یه سیاستی رو داره مدت هاست که پیگیری میکنه و حالا تئوری هایی هست مبنی بر اینکه رهبر رو تا 6 ماه آینده، تا سال بعد، اوایل سال بعد احتمالاً یا میکشن یا کشته میشه یا میمیره. این یه تئوری ها داره مطرح میشه. در نتیجه اینهایی که سپاه پاسداران ایران رو اداره میکنه، سپاه پاسداران تمامی بخش های اجتماعی رو چیز میکنه. ببینید برای نمونه تمامی کاندیدهایی که الان شما میبینید همشون سابقه نظامی دارن. حتی دکتر پزشکیان سابقه نظامی داره، یعنی چون در بسیج بوده 1 درجه نظامی داره. من الان درجهش رو نمیدونم چیه و یعنی نگاه نکردم، راستش بخواید امروز کاش نگاه میکردم این رو به شما دقیقاً میگفتم که درجهش چیه، ولی درجه بالایی داره. من فکر کنم در حد سردار باشه، فکر میکنم در حد درجه سرداری رو دوشش داشته باشه. همه اینها پاسدار هستن، منتها
برای اینکه سپاه پاسداران بتونه تمامی قوا در ایران رو و سازمان ها و نهادها رو قبضه بکنه، پرسنل هاشو وادار میکنه استعفا بدن، برن وارد مجلس بشن، وارد دولت بشن، برن وارد مدیریت ها، یه شرکت ها و وزارتخونه ها بشن، مدیر کل ها، استاندارها و همه اینها پاسدار هستن. خب این از این. در نتیجه پاسداران احتمالاً میخوان که یه جوری از این وضعیت چیز بیان بیرون، احتمالاً باید خامنه‌ای رو از سد خامنه‌ای عبور بکنن. اما ملت ها چطور؟ ببینید ملت ها به خاطر اینکه در میان این 6 نامزدی که وجود داره، در میان این 6 نامزد فقط یکی از اینها یک مقدار انسانی تره، یک مقدار، نمیگم کاملا انسانی رفتار میکنه، کاملا راست میگه، نه، یک مقدار انسانی تره، یک مقدار خواستها و حقوق ملل ترک و عرب و بلوچ و ترکمن و قشقایی و لور و گیلک رو به زبان میاره. میگه آقا اینها هیچ حقی ندارن، باید حقی داشته باشن. حالا ببینید ملت در اینجا فریب نمیخورن. مثلا به نمونهشو من و کسایی که من میشناسم در آذربایجان با هم رابطه داریم، ما تحریم کردیم انتخابات رو، گفتیم آقا رأی نمیدیم، ما پای صندوق نمیریم، رأی نمیدیم. اما پزشکیان یک فرصت تاریخیه برای ملل در ایران، این ایران سیاسی، که ما خواستها و حقوق خودمون رو در سطح بالا مطرح بکنیم. حتی اون حقوقی رو که در گذشته در دوره خاتمی حرف نمیزدیم الان باید بریم مطرح بکنیم. ما باید داخل سیاست خودمون نشون بدیم. چرا؟ برای اینکه حالا اگر پزشکیان بیاد، اگر رئیس جمهور بشه، رأی بدن، اونایی که میخوان رأی بدن، اراده ملل حاشیه یعنی عرب ها و ترک ها و بلوچ ها و ترکمن ها و کرد ها نشون داده میشه. این در مقابل فارسا قرار گرفته، چه بخوایم چه نخوایم. این پزشکیان مدت هاست، حدود 10 سال 12 ساله که روی این که من ترک هستم و ترک ها حق دارن طبق قانون اساسی زبانشون رو بخونن داره حرف میزنه، میره یه فراکسیون ترک تشکیل میده و این در اندام فارس ها و پانفارس ها در ایران که داخلشون ترک ها هم خیلی زیاد هستن لرزه انداخته و اینها اومدن تو آمریکا و اینجا و اونجا صحبت کردن که اگر این فراکسیون ترک ها رو اطلاعات و سپاه پاسداران حذف نمی‌کردن، این پزشکیان رو ترک ها تبدیل می‌کردن به رئیس جمهور، برای اینکه فراکسیون ترک ها از فراکسیون اصلاح طلبان و اصولگرایان خیلی بزرگتر بود، به قدرت سیاسی تبدیل شده بود. حالا مردم اینها رو میبینن، میگه آقا اگر نتونه هم کار بکنه صدای ماست، دنیا میفهمه که ما در مقابل فارس ها به یک ترک رأی دادیم، 5 تا فارس هست، یه دونه ترک هست، هر رأیی که به چیز داده بشه، به پزشکیان داده بشه، به نظر من به پزشکیان داده نمیشه. و خود پزشکیان هم، آقای این خیلی مهمه آقای ابونضار، خود پزشکیان سوار سیاست‌های خودش نیست، سوار سابقه خودش نیست، سوار سابقه حرکت ملی ترک ها در آذربایجان و در ترکمن صحرا و در سراسر ایران هست. یعنی ما ترک ها یه شعارهایی رو، یه سیاستهایی رو، یه حقوقی رو در این 30 سال گذشته مطرح کردیم، به روز آوردیم، داخل سیاست بردیم، براش زندان دادیم، رفتیم براش. دوستان ما هستن که به خاطر تشکیل یک حزب در داخل 15 سال زندان کشیدن، 10 نفر هر کدوم 15 سال. خب این شعارها رو وقتی الان ایشون میاد، آقای پزشکیان میاد میگه که باید ترک ها حزب داشته باشن یا ملل حزب داشته باشن، حزب خودشونو داشته باشن، سخن خودش نیست، سخن حرکت ملی آذربایجانه. و از اون طرف وقتی عرب‌های الاهواز، وقتی بلوچ‌ها، وقتی کردها میخوان بگن پزشکیان، نمیگن خود پزشکیان، میگن آذربایجان و ترک‌ها از ما حمایت کردن و ما هم از یه ترک سمبل الان این حرکت حمایت میکنن. حالا در اینجا پزشکیان سوار قطار آذربایجان شده، قطار ترک‌ها شده و عرب‌ها و بقیه میگن آقا ما به ترک‌ها اعتماد داریم، ما به ترک رای میدیم حتی اگه نتونه اجرا بکنه. اینجا قضیه اینه. اما بقیه ماجرا خیلی برای ما تحریمی ها، ما همین الانم از کانال شما هم اعلام میکنیم ما خواستار اینیم که مردم نرن رای ندن، اما اگه میخوان رای بدن مجبور هستن. اگه احساس میکنن، مثلا دیروز یه معلم عرب از الاهواز زنگ زده بود بعد از دیدار با پزشکیان، زنگ زده بود به من میگفت آقا ما چیکار بکنیم الان؟
ما رأی بدیم یا ندیم. ما اگر رأی ندیم، من معلم هستم، اگر اون مهره به شناسنامه من نخوره منو از کار اخراج میکنم. گفتم برو رأی بده. تا شما اگر اینقدر نگران کار شغل و آیندتی، برو رأی بده، اما به پزشکیان رأی بده. برای اینکه حداقل اون ما رو نمایندگی میکنه. صدای مللی هستش که 40 سال، 40 سال نه، 100 سال خفه شده. از 1304 تا 1404 صدای ما، خواست ما، حقوق ما خفه شده. شما به این رأی بدید، بذارید صدای ما شنیده بشه. حالا چه اتفاقی میفته آقای ابونظار؟ سه تا سناریو هست. یا ایشون رئیس جمهور میشه، خواستهای ملل انباشته شده، از قد پزشکیان و دولت پزشکیان خیلی بزرگه، اینها نمیتونن این خواستها رو اجرا کنن. این یک طرف. اما پانیرانیست ها، سپاه پاسداران، احتمالاً بسیجی ها و بخشی از حاکمیت، مثلا طرفداران اون 5 کاندیدا، و بیان در جلوی این راهپیمایی بکنن. یه شورش میفته در سراسر ایران. یعنی مثلا اصفهان دیروز جلیلی رو دیدیم چقدر آدم جمع شده بودن اطرافشون، به خاطر اینکه فارسه، در مقابل یه ترک که میره الاهواز جمع میشن، میره هر جا بره جمع میشن. حالا فارسا هر کجا برن تلاش میکنن از هر جای دیگه انسان بیارن چیز بکنن. این یا رئیس جمهور میشه که اون وقت اونها طرفداران جلیلی بقیه کاندیداها میان خیابون اعتراض میکنن، میگن تقلب شده، یه جنگ داخلی راه میفته. یه جنگ مثلا دوره موسوی، اون بین احمدی نژاد و موسوی و کروبی بود، عین همون حادثه تکرار میشه. یا اینکه مجبورن برای اینکه ملل رو کنترل بکنن، چون این خواستای ملل داره هر لحظه بیشتر میشه، مثل اون گلوله برفی که از کوه داره میاد، دولت دیگه نمیتونه کنترل بکنه. ممکنه بود که پزشکیان رو کنترلی آورده بود، اما خواست ملت رو نمیتونه کنترل بکنه، خواست ملل رو. در نتیجه یا باید اینو بکشن، یا بذارن رئیس جمهور بشه، یا بگن تقلب شده بذارن کنار. در هر سه سناریو ایران با شورش دو طرفه روبرو میشه. حالا ما چی میگیم؟ ما تحریک کنندگان میگیم آقا رأی ندید، ولی پشتیبان پزشکیان باشید. پزشکیان اراده ماست، ما اراده کردیم، ما اراده میکنیم. پزشکیان دیگه ابزار دست ماست. ما الان اگه جنگ بشه بریم خیابون، بریزیم به همین حاکمیت رو، بریزیم به هم شهرام رو بگیریم، آزاد بکنیم و دولت خودمون تشکیل بدیم. من فکر میکنم که ما باید ببینید آقای ابونظار، در تاریخ اجتماعات انسان ها میتونن یا فرصت بسازن که مثلا در مورد ما ترک‌ها و عرب‌ها و بلوچ‌ها و کردها و ترکمن‌ها و بقیه، ما در 100 سال گذشته توان طراحی فرصت نداشتیم، نمیتونستیم فرصت خلق بکنیم، بهره برداری بکنیم به نفع ملت خودمون. اما بعضی وقتا دشمن یه فرصتی رو خلق میکنه، ایجاد میکنه که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. مثل همین ریاست جمهوری، اگر این پزشکیان نیومده بود این بحثا مطرح نمیشد. الان بحثای حقوق ملی، حقوق ملت ها مطرح نمیشد. الان که این پزشکیان اومده یه فرصتی داده به ما که از این فرصت بهره برداری بکنیم. حالا اگر آقای ابونظار، اگر در ایران بین کاندیداها و طرفدارانشون و بین فارسا و ترکا یه جنگ بگیره، بهترین فرصت تاریخی دست ما میفته که کشور رو به آتش بکشیم، این ایران رو به آتش بکشیم، شهرهای خودمون رو آزاد بکنیم، جمهوری مستقل الاهواز و بلوچستان و کردستان و آذربایجان و ترکمن صحرا رو اعلام حتی قشقایستان رو اعلام بکنیم. من به نظرم یه فرصتی رو اینها به ما ایجاد کردن. ما باید مترصد اجازه یعنی الان در طول این 100 سال 2 مرحله همین جناب عالی اشاره کردید ملت ها از دست دادن. یک، انقلاب 57 که میتونستن ملل هر کدوم به سرزمین و جغرافیای خود مسلط باشه، و مرحله زمان خاتمی که آمد و صحبت‌های شعارهای اصلاحات و قانون اساسی و به نهایت اونو زندان کردن یا زندان خونه کردن و کلی تلاش این ملت ها از بین رفته. این مرحله به نظر من چیزی که از جناب علی فهمیدم نباید از دست بدیم. این مرحله
ضمن اینکه الان با صدای بلند ملت عرب و ما شنیدن، همه ملت پخش شده که آقای پزشکیان، ملت ها محرومن، هیچ چیزی نصیبشون نمیشه، پس نباید فرصت را از دست داد. بله آقای هدایت. الان آقای هدایت. دقیقاً همینه. ببین ما چند تا فرصت رو از دست دادیم که خود ما نساختیم. مثلا ببینید اگر در الاهواز آبهای الاهواز رو از بین میبرن، نخلستان ها رو از بین میبرن، این فرصت رو ما نساختیم، رژیم ساخته. خب اگر خاتمی میاد، باز این فرصت رو رژیم ساخته. اگر بین احمدی نژاد و کروبی و میرحسین یه دعوایی راه میفته و ایران آتش میگیره و ما استفاده نمی کنیم، یه فرصت رو از دست دادیم. اگر نهضت اون دو خانم کی بود کرده کشته شد، جینا امینی، بله. اگر اون این ژینا خانم، اگر این یه فرصتی بود که رژیم برای ما ایجاد کرد، ما استفاده نکردیم. خود آذربایجانی ها متاسفانه کلک سپاه پاسداران، دروغ‌های سپاه پاسداران اطلاعات رو خوردن، گفتن آقا ما کنار میشینیم، ما وارد بازی فارسا نمیشیم. آقا کی به شما گفته وارد بازی فارسا بشید برای فارسا بازی بکنید؟ پاشید برید خیابون. در ایران در متزلزل، قدرت مرکزی ضعیفه، نمیتونه شما رو سرکوب بکنه. برید خیابون، حکومت رو، اداره ها رو بگیرید، اعلام دولت خودتون رو بکنید، بگید آقا ما جمهوری آذربایجان جنوبی رو تأسیس اعلام میکنیم، تموم شد. نیازی نداره که ما بگیم نه ما بریم اونجا زمین فارس. نه آقا، ما میتونیم هر زمینی که ایجاد بشه بریم برای خودمون بازی بکنیم. بله. و این واقعا باید اشاره کنیم و بیشتر برای بینندگان توضیح بدیم که آقا الان به قول آقای هدایت و این تجربه جهانیه، یعنی ملل خودشون باید برای خودشون فرصت تهیه کنن و اگه فرصت پیش اومد باید استفاده کنن. الان بله. در رابطه اصلا مسائل جهانی، زمانی که بنگلادش زیر سلطه پاکستان بود، دولت پاکستان در پارلمان بنگلادش یا همون استان بنگلادش جلسه داشتن و انقلابیون بنگلادش همه اعضای دولت را گروگان گرفتن. آقا یا بنگلادش رو استقلال بدید یا همه ما اینا رو گروگان ما میمونن. پس احسن. ملت همون میتونن، چون الان صدایی که از فرزندان ملت آذربایجان میشنویم، آزاد ملت آذربایجان، عرب، بلوچ و کرد و غیره در میشنویم، همه دارن میگن زنده باد آذربایجان، زنده باد الاهواز، زنده باد بلوچستان. پس ملت هامون اگه اراده کنن میتونن فرصت را بسازن و حقوقی که الان ما در استقبال از دکتر پزشکیان در الاهواز شنیدیم، فرزندان ملت اهواز با صدای بلند که ملت اهواز به شما خوش آمد میگن. چرا؟ چون فکر میکنن میتونه براشون فرصتی ایجاد کنه. پس ما میتونیم خودمون فرصت ایجاد کنیم، یا به قول آقای هدایت. ببینید آقای ابونظار، ما نباید به پزشکیان امید ببندیم، ما بله. باید به حوادث. ببینید دو تا مرحله است. یکی خود انتخابات و شرکت در انتخابات ما تحریم کردیم، اما یکی بعد حوادث بعد از اعلام نتایج انتخابات است. ما باید اونجا رو مدیریت بکنیم. جمهوری اسلامی همیشه اونجا رو و انتخابات رو مدیریت میکنه. حالا نوبت ما ملل عرب و ترک و بلوچ و ترکمن هست که بیایم اون مرحله رو خود ما مدیریت بکنیم. فرصت اومد به دست ما و اصلا خود ما باید بیام بیرون. جلیلی اومد، مثلا گفتن جلیلی رأی آورده، بیایم اعتراض بکنیم. آقا چرا جلیلی؟ ما رأی دادیم به پزشکیان، چرا جلیلی اومده؟ گالیباف گفتن بریم خیابون، آقا چرا گالیباف؟ این تقلب صورت گرفته. ما به پزشکیان رأی دادیم. ما مللی که 75% جامعه در ایران سیاسی رو تشکیل میدیم، ما به پزشکیان رأی دادیم. حالا این تحریمچی ها چیکار باید بکنن؟ تحریمچی ها نمیگن که ما مردممون رو تحریم کردیم، میگن انتخابات رو تحریم کردیم. ما از حقوق مردممون، ملتمون دفاع میکنیم. اگر مردممون بیان خیابون،
ما از همین الان میگیم آقا اگر شرایط بر علیه پزشکیان بود، ما باید این رو به فرصت تبدیل بکنیم، باید بریم خیابون، باید به آتش بکشیم، باید دولت‌های ملی خودمون رو تأسیس کنیم. تموم و شد. واقعا و این میتونه فرصت بزرگی باشه. الان کل ملل غیر فارس آماده حصول نتیجه آخر در این فرصته. واقعا بعد از 100 سال بدبختی، بعد از 100 سال کشتارها، زندانها و وعده‌های دروغ نظام، الان ملت ها فرصت دستشونه. به نظر من الان وقتشه که ملت ها به پا خیزن. ملت ها الان که خود نظام ادعای اینکه مظلومیت هست، داره کارهای فاشیستی انجام میشه، تمییز نجات پرستی داره میشه. الان خود آقای پزشکیان یا غیره دارن میگن آقا دارن سیاست فاشیسم در روی ملل داره انجام میده. تا همین امروز اخبارشون اینه. آقای هدایت، در حد 2-3 دقیقه پیغام آخرتون رو به آقای ابونظر، در 100 سال گذشته هر سال مناطق ملی عقب ماندگیشون عمیق‌تر شده. شما از شیخ خزعل بگیرید تا الان، هر سال میزان رفاه شما بیشتر عقب رفته، هر سال سرزمین های شما بیشتر خشک شده، هر سال نفت شما بیشتر غارت شده، هر سال ملت شما بیشتر فقیرتر شده، هر سال بیشتر بیکار شده، هر سال بیشتر حق و حقوقش از دست داده، هر سال بیشتر انکار شده، نادیده گرفته شده. حالا نوبت اینه که خود ما به بهانه پزشکیان بیایم دنبال حقوق خودمون. ما باید بعد از انتخابات، اون لحظه ای که میخوان رأی رو بدن به اعلام بکنن، بیایم خیابون، شهرها رو شلوغ بکنیم، مراکز مهم رو به دست بگیریم، کشورهای مستقل خودمون رو اعلام بکنیم، حتی برای 1 ساعت. اگر 1 ساعت هم دولت ما دوام بیاره، ما تمامی دنیا متوجه میشن که ملت عرب، ملت ترک، ملت بلوچ، ملت کرد یه اراده سیاسی داره دیگه. از این به بعد دولت‌های غربی نمیرن روی پهلوی، روی فارسا، روی اصلاح طلبان، روی پاسدارا هزینه بکنن، میان روی ملت ما، ملت شما هزینه بکنن. ما باید این سیاست‌های مبنی بر ملت خودمون رو سوای ایران، جدای از ایران و فارسا پیش ببریم. زنده باشید. انشالله بینندگان عزیز و خاصتا فرزندان ملل غیر فارس، همینطور که آقای انصاف علی هدایت تعریف کردن، ملت ها و در طول تاریخ خود فرصت را می سازن. الان دیگه ما چیزی برامون پنهان نیست. این ملت، وقتی میگیم آذربایجان با 30-40 میلیون بشر زیر سلطه یک اقلیته، 10-15-20 میلیون عرب، بلوچ، کرد و غیره زیر یک اقلیتی که حتی به أبناء شعبنا العربي الأحوازي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأشقاء العرب المتابعون الأفاضل، نلتقيكم اليوم ضمن برامج قناة الأحوازية اللي تبث من قناة موجز العراق حول موضوع إيران والإرهاب والتطرف واستغلال يعني قضايا المنطقة العادلة لمصالحه ولسياساته التوسعية. الكل يعرف يعني قبل أيام قليلة حكومة كندا أعلنت رسما أنها وضعت الحرس الإيراني الإرهابي في قائمة الإرهاب. خطوة تاريخية من قبل الحكومة الكندية، وستتبعها بالتأكيد خطوات على صعيد كندا وعلى صعيد العالم أجمع. ليس من السهل وضع الحرس الإرهابي الإيراني في قائمة الإرهاب. تدرون شنو الحرس؟ خاصة أنتم أبناء شعبنا في الأحواز. الحرس الإرهابي اليوم ليس مجرد منظومة عسكرية مثلها مثل أي منظومة عسكرية أخرى موجودة في ثكنة عسكرية تدافع عن البلد إذا تعرض لأي اعتداء أجنبي. هذه يعني
المنظومة العسكرية اللي أسست على القتل والإرهاب والتطرف والعنف العقائدي منذ بدء الثورة عام 1979 لعبت أدوار مختلفة للحفاظ على هذا النظام. أدوار عسكرية لتنفيذ سياسات توسعية في الإقليم. نحن لا نتحدث عن الحرب 8 سنوات، نتحدث عن ما بعد الحرب وخلال الحرب خارج حدود إيران. دول الخليج العربي شاهدنا كم قامت بأعمال إرهابية. بعد الحرب 8 سنوات شاهدنا كيف تعاملت هذه المنظومة العسكرية الإرهابية بخلق البؤر الإرهابية في الإقليم كافة، بؤر طائفية تحت شعارات مختلفة وأسماء مختلفة ومسميات مختلفة وأعمال مختلفة للنفوذ والتدخل وقلب الأنظمة في الإقليم وخلق البلبلة لفتح مواضع قدم لهذا النظام الإرهابي. فهذه المنظمة اللي هي شكلها عسكري تغلغلت عسكريا، أمنيا، سياسيا، اقتصاديا، ثقافيا، وحتى عبر المؤسسات الصحية والأدبية والإعلامية. تصوروا عندما نتكلم عن الحرس، هذا الحرس الجناح العسكري، الجناح الأمني الاستخباري، الجناح الثقافي، آلاف من الإعلاميين والصحفيين والكتاب من دول الإقليم سنويا يلتقون في مؤتمرات يغال عنها أنها ثقافية في طهران، ولكن هؤلاء كلهم يجندون لتنفيذ سياسة إيران. بنيت العشرات بل المئات من المؤسسات الثقافية، الأدبية، الشعرية، المدارس، الطب، الصحة، التدريب في الدول العربية والإسلامية في إفريقيا وصولا إلى أمريكا اللاتينية، ناهيك عن دول الجوار. يعني صوروا اليوم اللغة الفارسية تدرس على أيدي هذه المنظومة في مدن عربية لم تكن أصلا تتوقع أنه يدخلها يوما من الأيام كتاب فارسي. شو هي الفارسية يعني؟ هل هي لغة عالمية؟ هل هي لغة دين؟ هل هي لغة حضارة؟ هل هي حتى مثلا يكون يدرسونها بالموصل أو يدرسونها بدمشق أو يدرسونها ما أعرف وين بصنعاء. لكن الحرس الثوري الإرهابي من أجل كسب العملاء والمرتزقة وصنع بؤر التطرف بنى كل هذه المؤسسات. لذلك عندما نتحدث عن كل هذه المؤسسات، مثلا المركز الطبي للخميني مثلا بدول الخليج العربي، المركز الطبي لفاطمة الزهراء مثلا في دمشق، المركز الطبي لزينب مثلا في فلان دولة أفريقية أو حتى في العاصمة لندن أو ما أعرف وين. عندما نتحدث عن هذين الأمور والأسماء والمسميات المختلفة ومراكز الخيرية، تصوروا مركز خيري واحد كان يدفع مساعدات في أذربيجان، جمهورية أذربيجان، إلى ما أكثر من 200,000 أذربيجاني اسمه يدفع مساعدات خيرية. هذه المساعدات هي لشراء الذمم ولبناء العملاء والمرتزقة في دولة جارة وشيعية ومسلمة. لذلك يعني عندما نتحدث عن وضع الحرس الإرهابي الإيراني مثل ما يعني في قائمة الإرهاب، تصوروا ما حجم الضرر الكبير اللي يلتحق بهذه المؤسسة، لأن تحت كل هذه المؤسسات والأسماء هم الحرس وأفعاله وجرائمه وما يقوم به. يعني كيف تعتقدون مثلا يهربون المواد لصنع المسيرات والصواريخ والنووي، يهربونها بشحنات مثلا عسكرية؟ الأموال كيف تنتقل؟ المخدرات كيف تنتقل؟ كلها تحت أسماء مختلفة ومؤسسات مختلفة، كلها تابعة للحرس الإرهابي الإيراني. كل هذه يعني الأمور شاهدناها ونشاهدها
خلف الحرس الإرهابي الإيراني. نحن لا نتحدث عن فيلق والقدس، نحن لا نتحدث على الوحدات المختلفة لهذه المنظومة العسكرية الإرهابية اللي تقوم بالاغتيالات المختلفة وبكل أنحاء العالم. نحن نتحدث عن المؤسسات المرئية الظاهرة اللي أيضا تحمل أسماء مدنية خيرية إنسانية، ولكن كلها تابعة لميليشيات الحرس الإرهابية الإيرانية. فهذا النظام وسياساته الإرهابية لن تتوقف منذ عام 1979 حتى يومنا هذا، جاءت بأسماء مختلفة. اليوم عندما اكتشف العالم أجمع أن هذه الميليشيات هي أم الميليشيات، الحرس الإرهابي الإيراني هم أم الميليشيات، وهي من يرضعها كل الإرهابيين، يرضع من ثديها الإجرامي كل الإرهابيين من الداعشي والقاعدة وكل هؤلاء بأسمائهم المختلفة، المتطرفين من كل أنواع الأسماء. يعرف العالم ما خطورة هذه المنظمة اللي تبني مؤسسات خيرية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا، وتستغل يعني هذه المؤسسات لبناء بؤر الإرهاب والخلايا النائمة الإرهابية، وتبيض الأموال وتصدر المعلومات والتكنولوجيا وغير ذلك. لذلك ما قامت به كندا عمل يعتبر جبار جدا، ستتبعه خطوات مهمة على كل الأصعدة الاقتصادية، السياسية، الثقافية والأمنية وغير ذلك. وسوف تكون هناك خطوات مماثلة لبريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. التغييرات الكبرى قادمة بالتأكيد، التغييرات الكبرى قادمة بالتأكيد، ورأس الأفعي أصبح مكشوفا. الكل يدرك كل الأزمات بالمنطقة رأسها في طهران، رأسها الشوفينية الفارسية اللي كل يوم تتلبس مرة بالشيعة، مرة بفلسطين، مرة بالمظلومين والمستضعفين، وكل يوم لديها باطنية وكل يوم لديها وجه كاذب ومنافق. لذلك اليوم العالم كله يدرك أين مكمن الخطر وأين وكر الإرهاب، ومن أين تأتي الأفكار الجهنمية لتقتل الأطفال والنساء وتسبي، من أين تأتي فكرة التطرف والطائفية والقتل على حساب الهوية والقتل على حساب الطائفة وإلى الأخير. من أين أتت؟ كلها تأتي من إيران، كلها تأتي من مراكز الإجرام في غوم طهران. هذه الميليشيات المرتزقة اللي ترضع الإرهاب من إيران في العراق أو في اليمن الحوثيين أو في صنعاء أو في الدول العربية كلها، كل هؤلاء الإجراميين والإرهابيين هم مصدرهم من غوم طهران. وعلى رأس كل المنظومة الإجرامية الإرهابية الخامنئي والحرس الإرهابي الإيراني اللي مباشرة يتلقى أوامره بالإرهاب من خامنئي، وهذه المنظومة الواسعة. انظروا لرؤساء المرشحين، من هم الرؤساء المرشحين؟ كلهم إرهابيين، كلهم بدون استثناء. سوابقهم الإرهابية لا يمكن لأي جهة إخفاء. يعني منهم هذا الرئيس اللي مات أو انقتل قبل فترة بالطائرة، الحمد لله لقوا بس المحبس، يعني كان ضمن لجنة الموت اللي اغتالوا السياسيين وصفوا السجون، وشارك بكل يعني الجرائم الإرهابية قبل لا يصير هذا رئيس. والآن المرشحين الستة نفس الشيء. أغلبهم تلقاه عدة مرات كان بالبرلمان يصوت على قتل الأبرياء
والمساكين، ويجوع بالشعوب ويجوع بالشعب الفارسي حتى. لذلك بؤرة الإرهاب هاي اللي تسمى إيران دون أدنى شك متجهة نحو التفكك، متجهة نحو التخلص. الشعوب راح تتخلص من عندها، ليس لأنها يعني الآن في أضعف حالاتها في الداخل، لا، لأن كل الإقليم والعالم أصبح يكره هذا النظام، يرى في هذا النظام عدم الاستقرار وعدم الأمن والعنف واللا مصلحة له. حتى حلفائه مثل الصين والروس يدركون جيدا أن هذا النظام أصبح عليهم عبء ثقيل. انظروا للفضائح اللي يظهرونها بعضهم مع بعض، انظروا للجرائم اللي أصبحت تنكشف. هؤلاء بما ارتكبوا من جرائم غير قابلة لأن تخفى قاموا بتدميرهم، قاموا بتفككهم الداخلي، بإسقاطهم لكل ما يعرف بشرعية أي نظام، بما ارتكبوا من جرائم بحق الجميع، حتى بحق الشعب الفارسي اللي هو أساس حكمهم. لم يبقوا أي إمكانية لوجودهم، يلفظون أنفاسهم الأخيرة، يلفظون آخر أيام عمرهم. من المؤكد أن هذا النظام ذاهب دون رجعة، وهذه الدولة مفككة دون رجعة. اليوم يعني حتى هذا اللي سمعناه من بعض المصفقين لبعض المرشحين وفق المعلومات اللي توصل لنا، أولا مثلا بالأحواز نفسه رغم كل ما بذلوا من جهد حتى هذه اللحظة لن يجدوا إلا القليل من المطبلين. ولكن حتى المطبلين اللي اندفعوا مثلا خلف بزشكيان مثلا، اللي عاد من الطرف اللي لفظ على لسانه عدة مرات اسم بلوشستان والأتراك وغير ذلك، حتى هؤلاء الذين يهتفون باسم هذا أو ذاك هم قلائل قلة، ويتبعون مصالحهم ويتبعون يوم وغدهم، وهم يدركون أن هذا المرشح أو ذاك لم يصل إلى السلطة لولا تأييد خامنئي، لولا قبول خامنئي، لولا توقيع خامنئي. وهم يدركون أي اعتراض على قرار خامنئي سوف يراد عليه بالقتل والصلب والإعدام والتهم أنكم تتبعون إسرائيل أو تتبعون السعودية أو تتبعون أمريكا أو تتبعون ذاك أو هذا. لذلك هذا النظام المنهار أخلاقيا وشرعيا وأمنيا واقتصاديا يتجه نحو التفكك بسرعة، وعلى أبناء شعبنا العربي في الأحواز رص صفوفهم وعدم ضياع البوصلة. البوصلة هي يجب أن تبقى في كل الحالات تحرير الأحواز. هذا النظام ينهار داخليا، ينهار إقليميا، ومنهار دوليا، وانهياره الداخلي سبق كل هذه الانهيارات. لذلك الثبات على بوصلة التحرير والاستقلال، النظم والانضباط والتشكل والانتماء للتنظيمات الأحوازية والعمل والفعل والإقدام يجب أن يكون هو البوصلة الحقيقية بالميدان والخارج. لأن لا يمكن لنا أن نجلس وننتظر سقوط هذا النظام وانهياره ونعتقد أنه سوف نحصل على الدولة الأحوازية ونستعيد الدولة الأحوازية لولا الإقدام والعمل والنظام والانضباط والتشكل والمؤسسات القوية القادرة على إدارة الصراع مع العدو الإيراني داخليا وأجنبيا.
أو خارجيا. وهذا مهمتنا بهذه المرحلة. النظام على زوال دون أدنى شك. ما تبقى من عمر النظام قليل جدا جدا وفق كل الحسابات، وعليه يجب أن يكون الاستعداد عندنا جميعا والجهوزية بأعلى درجاتها. وهنا يجب أن يعني أركز على بعض النقاط. لا يتوقع أحد دون أن يكون لشعبنا العربي الأحوازي الحضور الجبار والقوي والمنظم والمؤسس الحصول على أي من الحقوق وعلى رأسها الدولة. كل من يتوقع أنه بعد سقوط النظام يأتي دولة جارة عربية أو أجنبية أو دولة إقليمية أو دول كبرى وتقول للأحوازيين هذا الأحواز لكم، فهو على خطأ. الأحواز يجب أن يسترجع بيد الأحوازيين. الأحواز يجب أن يسترجع وبالقوة يجب أن يسترجع. والقوة تريد التنظيمات القوية ذات الجذور الوطنية والقادرة على تحريك الشارع وتنظيم الشارع. والتنظيمات الأحوازية كلها لديها هذه المقومات، وعلى أبناء شعبنا الانتماء لهذه التنظيمات وتقوية هذه التنظيمات. نعم، هذه التنظيمات اليوم ليس لديها الإمكانيات، ليس لديها الطاقات الكافية، ولكن ما قامت به حتى الآن وما تقوم به حتى الآن عمل كبير وجبار جدا رغم الإمكانات المتواضعة والبسيطة، لكنها لديها ثقة أن شعبها معها وخلفها، وهو القوة والطاقة الجبارة اللي يحرك كل مكائن الثورة. لذلك على أبناء شعبنا الإعجال في التشكل والتنظم والحراك المؤسساتي وعدم الاتكاء على أي جهة كانت. نعم، نستثمر ونقيم علاقة ونقيم شراكة ونقيم تحالفات مع الجميع من أجل استعادة حقوق شعبنا الوطنية ومن أجل مواجهة كل أعدائنا في الداخل الإيراني وعلى رأسهم الشوفينية الفارسية والنظام الحاكم أو من يريد أن يتجاوز على حقوقنا. لكن في الدرجة الأولى علينا الاتكاء على أنفسنا، على طاقاتنا، وهي كبيرة جدا جدا إذا ما تفعلت وتحركت وتنظمت، جدا كبيرة. وإذا أردنا أن ندخل في هذا الموضوع يعني يمكن الحديث ساعات على إمكانياتنا وطاقاتنا البشرية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والجغرافية وكل ذلك، كل هذا يعتبر طاقات وإمكانات كبيرة. لذلك أي تحول في إيران لم نكن له نحن جاهزون إلى هذا التحول والتغيير، سوف يكون ضرر كبير علينا لأن الأطراف الأخرى جاهزة، وسوف تبدأ موجة الاغتيالات والإعدامات والسيطرة والهيمنة. وهذا لم يحصل أبدا، لأن أبناء شعبنا بدرجة عالية من الوعي وبدرجة عالية من المسؤولية وبدرجة عالية من الذاكرة الذي لا تسمح على الإطلاق لتكرار التجارب الماضية. العدو ينهار بسرعة، نظمه وكياناته في كل الإقليم تنهار بسرعة، فشله الاستراتيجي، فشله الإيديولوجي، فشله الاقتصادي، فشله بأن يكون هو أو حلفائه نموذج ناجح في أي من الخيارات والمجالات السياسية الاقتصادية الثقافية الحكومية الإدارية وإلى الأخير. كله هذا دليل على انهيار هذه المنظومة الفاسدة الفاشلة الإرهابية الدكتاتورية التي تتحرك خلافا لسير التاريخ. نحن على موعد مع الفجر
نحن على موعد مع النهار، نحن على موعد مع النصر إن شاء الله، نحن على موعد مع تأسيس الدولة الأحوازية المستقلة بجنودكم وهمتكم وجهودكم وتضحياتنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للي سألوا فارس الخط البطل حيدر الساعدي عن سبب دعمنا لقضية الأحواز، نقول لولا احتلال إيران للأحواز ما كانت تقدر إيران تتمدد وتتغلغل بالعراق بهالصورة. والأحواز احنا وياهم خال وابن أخت وعمام، بحيث أغلب عشايرنا تلقيها هناك، والعراق والأحواز عينين براس. لذلك احنا كعراقيين واجب علينا هذا الدعم، واللي يفتقدوه أهلنا هناك من كل العرب، بس العراق حاير بيهم وإلها خصوصية عندهن بالجنوب حتى أكثر من فلسطين، ولازم الأحواز تتحرر، وراح تتحرر لأن بيها سباع تهز الأرض، ودعمنا إلهم واجب علينا مثل قضية العراق. سمعوا الوائلي. دكتورنا الحبيب، قبل فترة هم جتنا أسئلة بخصوص تبني الخط البطل لقضية الأحواز، واكو بعض من الاشخاص منزعجين يقول لك احنا العراق مالتنا ما محرري، يعني نتدخل بقضيه الاحواز، ممكن توضح لنا؟ نعم، اولا حيدر، الاحواز قضيه دوله الاحواز، تحرير الاحواز قضيه انسانيه وقضيه كل الشرف، هاي شغله. الشغله الثانيه، الاحواز لها خصوصيه عندنا كعراقيين احنا، وخصوصا المنطقه الجنوب وسط وجنوب العراق، خصوصيه اكثر من فلسطين. ليش؟ لان هي ملاصقه للعراق. إذا تحررت الأحواز طبعا وهذا حقهم كدولة، وولد عمنا وعشايرنا تعرف بها سواعد وبها وائلية، عنزة هناك عندنا موجودين، ماكو قبيلة بالعراق حتى القبائل حتى دليمها موجودين هناك قسم منهم، حتى عبيد بها موجودة، ماكو قبيلة بالعراق ما موجود إلها جذر بدولة الأحواز المحتلة المنكوبة. الأحواز قضية تكون قضية عراقية أكثر ما هي قضية عربية، وطبعا هي قضية عربية أولا لسببين مهمات. أولا لخصوصيتها مع العراق، لو كانت الأحواز ما محتلة ما إجانا البلاء من إيران هذا كله، ولا سيطرت إيران علينا، ولا دخلت لنا المخدرات، ولا دخلت لنا الإرهاب. والأحواز بيها رجال، كل شاب بالأحواز معارض يعادل له كتيبة دبابات. الأحواز بيها رجال يهزون الأرض، الأحواز ملح القاع، الأحوازيون ملح الأرض، سباع القاع، شجعان. ما بصراحة أقول لك، شو تريد توصف رجالات الأحواز؟ مو بس رجالات، الرجال فرسان بها إناث وذكور. هاي وحدة. الشيء الثاني، قضية عربية تخصنا، يعني احنا مثلا مو نقول ان احنا مع يعني بيهم ريحة من العراق الأحوازيين؟ الأحواز عراق والعراق أحواز، مختصر مفيد. الأحواز عشايرنا ممتدة للأحواز، وعشاير الأحواز ممتدة للعراق. طبيعة وحدة، لغة وحدة، نفس واحد، عشاير وحدة، يعني مثل التقارب اللي بيننا وبين سوريا، خلينا نقول نفس تقريبا، لا بس أكثر من التقارب اللي بيننا وبين سوريا. كالتقارب مع الأحواز أكثر من التقارب، ولو هي سوريا هم من وادي الرافدين، يعني هي بلاد الرافدين سوريا. تعرف هي سوريا الشامات الخمسة تمثلها كولاية من ولايات نقول كبيرة لوادي الرافدين، يعني الشامات الخمسة، دمشق والحلب وجبل لبنان وجبل الأردن وفلسطين، هن ذني تابعات كلهن للشام. هي سوريا ذني سوريا كولاية الشام. المهم، فالأحواز هاي وحدة. الشيء الثاني، على الأقل نستنهض، احنا ما خسرانين خسارة إذا خلينا لنا ساعة أو ساعتين من قناتكم، قناة الخط البطل، قناة INS، أخوتكم الأحوازيين يستاهلون. أولا نحرك بيها الشعوب العربية والناس. 90% من العرب ما يدرون عندنا دولة محتلة اسمها الأحواز، أو 95%، يعني مساحتها 16 مرة ضعف مساحة فلسطين، والخيرات والواردات الطبيعية اللي بيها 160 ضعف عن واردات فلسطين. هي تعادل 90% من موارد إيران. إذا استقلت الأحواز ماكو شيء اسمه إيران، بقية الدول هي تتحرر من الأحواز، مثل دولة البلوچ، الأذرية، أذربيجان، إخواننا الأكراد يستقلون الدولة هناك اللي موجودين، وهي دولة قديمة وعريقة اللي موجودة. فتعرف انت، هم يسموها اقليات، بس هي بالحقيقه الفرس هم اقليه بايران. بقيه دول استان خراسان واصلت لها هي للاحواز. يعني الاحواز تعبر مضيق باب السلام اللي مسموه بعدين مضيق هرمز، هو هذا مضيق باب السلام. فالاحواز تستاهل استاذ حيدر نوضح الناس. الاحواز مفصل مهم بتغيير
الاحتلال بالعراق والتخلص من هيمنة الفرس على العراق. ووقفتنا وياهم وقفة واجب مو فضل، يعني أنا وأنت والبقية الأخوة بالخط البطل ما متفضلين على أخوتهم الأحوازيين، لا هذا واجب، هذا ما يعتبر فضل أستاذ حيدر، هذا واجب علينا، يعني التاركين الأحوازيين وحدهم. نحن طلاب الشهادة يا وطن، كلنا جند للفداء، على ترابك نموت كالنخيل ونسقي أرضك بالدماء. أفديك يا أرض الأسود المهجة، وروحي وجهدي ووفائي.